مصدوم تیم داماش گیلان. تیم مقاومت باید حالا کورنر رو بزنه، ارسال داخل محوطه جریمه. جاسم از دروازه خارج میشه، تو تصویبانی تو وارد دروازه تیم داماش شده. اینجور که ما داریم مشاهده میکنیم خروج ناموفق جاسم یاسراللهی و گل برای تیم مقاومت تهران. یه پرتاب بلند رو داشته باشیم رو دروازه تیم مقاومت تهران. امیر تیزرو رفته برای پرتاب، ببینیم پرتابش چطور خواهد بود. امیر تیزرو پرتاب بلند رو قطعا انجام خواهد داد. امیر تیزرو داخل محوطه جریمه، کدام بازیکن ضربه سر داخل محوطه، این ضربه و گل! حالا گل برای داماش. ابر طوفانی گیلان در ورزشگاه اتریسی واقعشهر باز هم میباره و نتیجه 1-1 است. خوشحالی تیم مقاومت تهران ادامه دار نیست و داماش با جابر نصیری به گل میرسه. بلا فاصله روی پرتاب اوت تیم داماش گیلان به گل رسید. 1 دقیقه به وقت‌های قانونی فرصت داریم. پشت محوطه جریمه فرصت برای یارای تیم مقاومت. وای 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 وای، گل میخوریم. چه دقیقه‌ای گل میخوریم؟ دقیقه 90. در دقیقه 90 گل دوم رو خوردیم. یه لحظه ضد حمله بدی رو زدن یاران تیم مقاومت. داماش گیلان 1، مقاومت تهران 2.